در اولین استوری به یک کابوس اشاره کنید که مخاطب شما با اون مواجه هست و دلیلش رو بپرسید که آیا میدونید چرا با این کابوس مواجهید؟ مثلا آیا میدونید دلیل فروش کمتون چی هست؟ این اولین استوری. در دومین استوری ریشه مشکل رو به مخاطب بگید دلیل اصلی کم بودن فروش شما برای مثال ضعف در متقاعدسازی هست. اینجا ریشه رو مشخص میکنید، ریشه مشکل. در سومین استوری نظرسنجی بذارید، در واقع یه پل بذارید که آیا میخواهید در 1 ساعت رایگان در مورد متقاعدسازی به شما کمک کنم یا به شما متقاعدسازی آموزش بدم. در واقع بگید در 1 ساعت رایگان اون مشکل ریشه ایتون حل میشه و در نتیجه فروشتون زیاد میشه. و در چهارمین استوری تبلیغ اون وبینار یا لایو رایگانی رو بدید که حتما در همون هفته برگزار میشه. بهترین فاصله زمان